عزیز حالتون چطوره؟ لابلیر هستم. نیستم؟ لارپلیر نیستم من؟ فکر کنم لارپلیر نبودم. دره بهم یه صدای داد و رفت. نمیدونم داستان چیه. قسمت پیش اومدیم اینجا گیر کردیم. نمیدونم چه خبر. اینجا دیگه نمیشه اینا. هیچی هم نیست که من شمع رو نمیشه برداشت. الو آقا همسایه نیستی؟ در باز بود. اینجا چیزی نیست. از این برام برم. اینونی بود که افتاد. خوبی شما؟ برقراری عزیز. چی شد؟ من هیچی نمیبینم. اینا نوری کور شدم. یا هیچی نمیبینیم یا کور میشه. دستم چجوری؟ همسایه چیکار کردی با من؟ من دستم سالم بود. کفش داشتم. آقا این بهترین چیزیه که من تا حالا دیدم. فوق‌العاده است. سلام هم دوباره کلید داره ورزش میکنه. خوبه ورزش کنه. خوبه برای بدنه. دره دستت در آشغالش انداخته. میشه یا دوباره میرم میگیرم. مدرسه ما همچین زنگایی نداره. زنگ نداره. چه خبره؟ چقدر جوری آبی بر اون وقت پخش شده. میتونم برم آبشو قطع کنم؟ او این میاد بالا. آقا نیا. عجب چی میگه؟ همه جا میره این ور اون ور. چیکار میکنی؟ یه جا نمیشینه. اینجا هیچی نیست. مثلا یه گیر کرده. تکون نمیخوره. مایتابه یکی از بهترین چیزهایی که شما میتونید هر جانم؟ کجا رو داری میترکونی؟ اینقدر محکم میکوبی. داشتم میگفتم مایتابه چیز خیلی خوبیه. مثلا برای شکوندن شیشه همسایه‌های عزیزتون. اگه وقت با هم خصومتی چیزی داشتید با مایتابه حتما بزنید شیشه های همدیگه رو بشکنید. حالا ما با ایشون خصومتی نداریم. ایشون یه بچه‌ای بود زندانی کرد. ما خواستیم بریم ثواب کنیم بچه رو بهشون بدیم کباب دره رو نمیتونه باز کنه. این داره میکوبه. تو که نمیتونی باز کنی. چرا کلیدو میذاری پشت دست؟ بیا برات باز کرد. چون گیر نکرده بودی. چجوری؟ این چی بود دیگه؟ پشت در گیر کرده بود. داشت در از جا میکرد. این وقت چه خبره؟ ببینم در رو باز کردن دیگه. گرد میکنم بسوزه دیگه. تو همون نیست که اینجا فلکی میخواد.
بیام و یه مثلا اینجا رو بیش کنیم اون بیاد. اگر اینقدر باهوش بود اینجوری که داره نشون میده خیلی باهوشه. اگر واقعا اینقدر باهوش باشه میخوام اینجا ببینم چیزی تو گهدار جانم. شما آچاراتون تو یخچال، ما آچارامون تو یخچال نمیذاریم. شما کجا زندگی میکنید آچار تو یخچال؟ ببین نداره طبیعی حتما ما قضاوت نمی کنیم کسی رو. شاید بنده خدا جای دیگه ای نداره آچار بذاره، از بس همه جا خوره چرت و مجبور آچار تو یخچال. ما قضاوت نمی کنیم ولی خیلی تاریکه. یک کلید دیگه که پشت داره. من از منطق این همسایه‌مون خیلی خواه. چرا قوت؟ آره میکنم اشتباه دیدم. این چیه؟ واقعا آهنگ داره. کم لگ میشه رو او کوسه. داشتم میگفتم که من از منطق این همسایه خیلی خوشم میاد. دیدم کوسه تو خونش نگه میدم. بهترین همسایه دنیا فکر کنم. اون همسایه اینجوری نیفت نمیری. از ارتفاع بیفته میمیره یا طبق این منطقی که من دارم میبینم فکر شاید این منطق فقط برای همسایه مونه. چقدر عجیبه. این کلید صورتی میخواد. اون پایینم یه قرمز میخواد. این کلید صورتی نیست. یه جایی هم دیدم خاک ریخته بود. فکر کنم برای اونجا بیل میخوای. اون دفعه بیل دیدی؟ جا چیزی نیست. نمیری گلم؟ اینجا چیزی نیست. خبری نیست. یه کلاه داریم. حقیقتا کلاه به دردم نمیخوره. اینجا چیزی نیست. جان تو اینجوری میشه باز. این کارتار بردارم اگه مثل اون دفعه به دردم خورد. چیکار کنم اینو؟ فکر کنم آب باید بریزی اینجا. بعد اون آب گرم کن بود. چی بود اونجا بود؟ نگار میشون آب رو کنترل کرد. فکر کنم اون چیزه. با اون باید بیایم کنترل کنیم دیگه. آب یخ بزنه مثلا. خب الان ما میتونیم از این آچارمون استفاده دیدی منو یا نه خداشون ندید. ما میریم و از اگه ببینمش ناش اینجا میریم بالا. میخوام ببینم نه خاموش شد. اینجا چی میخواد برای اینکه صاف نمیتونم راه برم. فکر کنم فلجه. آقا چرا دادا میزنی و اینم اون چیز فلکه رو میخواد. اصلا باید یکی دیگه هم هست. اینه باید از اینا هست بکنم. آب داره الان جریان پیدا میکنه توی شیرا. الان باید احتمالا پرشه اون چیز دیگه. اون اتاقه
احتمالا بازم هست از اینا. از این چیزاش زیاده که شیر فلکه میخواد، ولی ما خب شیر فلکه نداریم. میرین اومد بالا، انگار داره پر میشه آروم آروم. اینجا اونجا که میگفتم خاکه فکر کنم بیل میخواین. اینجا هم که میگه نر زدیم. فکر کنم یکی دو تا دیگه باید باشه که برسه به اون ترمه. نمیذاره آقا. برو. اینجا نیست، کان یه دونه اینجاش. الان باید بیشتر. آره یه دونه دیگه میخوایم فکر کنم. بذارید بریم. اونهاش دیدمش تو خونه است. Yes, what is it? And my name is Elson. This is Harry Jarvis. We're from the Morning Cry. I wonder if we could come in. یاش افتاده. دستم پره. این آنچار دیگه نمیخواد میکنه. کجا چیز فلکی میخواستیم؟ یکیش تو بالا بود. نمیدونم اتفاق خاصی میفته یا نه، ولی ما تلاشمون یه دونم کنم پشت مشتا. همینجا این هم هست. ایناش این بالا همچه دو تا هست. یه دونه هست خالی میکنه، یه دونه هست یه فقط همون یه دونه هست. یه دونه دیگه هم بودا. نیفت لطفا نیفت. اینهاش اگر بریم مرسی. یه نبود اونهاشون هم اونجاست که میگفتم. نگفتم نمیدونم اگه اینو بزنم زحماتم همه به باد میره یا نه، اینکه اون نیست، اشتباه دیدم. دارو برقی موقع یه دونم اگه اشتباه نکنم پیش این کوسه بود. از اینجا باید راه داشته بود. درسته دیگه، همین جای دیگه. ناش فکر کنم آبو میرزه تو اتاق کوسه. یه دونم یادم اومد کجا دیدیم. اون یه دونه توی چیز بود. اگه فرار کنم ممنون میشم. این جایی که رفتیم پشت کردیم یه کاری که اون آب گرم کنه بود. برداریم لطفا. بعد نمیداره اینجا خودش عقب شکسته. این کارتون نداره. چون از این نمیده بره بالا. این هاش یه دونه اینجا داشتیم. یه دستگیره اینجاست. فکر کنم اینم که فلکه رو میخواست. ما حالا آروم و آهسته از اون ور میاد بیرون. اینجوری هم بره. اینجا هم فکر کنم آره شیر فلکه رو میخواد.
بزنیم کار میکنه. بریم اونجا ببینیم. I wonder if we could come in from it. امیدوارم که درست شده باشه. آبو باید از اینجا بریزیم تازه. نه نیو. خوبه داره خوب پیش میره. خفه نمیشیم زیر آب. چیکار باید بکنم؟ یخ بزن آب. اینجا کجاست دیگه؟ بشینیم. اوه ساعتی دست من لباسمون درست شد. به به. کجاست؟ ساعت داریم. یکم بزرگ شدیم فکر کنم. همسایه است؟ یا بچه میشون. گریه میکنه همسایه. اون موقع 4 تا بشقاب بودیم. چه جزئیاتی گفتن. این چی اونجا؟ چیه؟ عروسک دختر. این فکر کنم همون بود که تو پوستر بود. آه اینهاش دیدمش. اینجاست. نمی‌بینی؟ نیفتی حالا. نه اون که 2 تا کارتون میخواد حتما. آقا این کارا چیه؟ با یه دونه برو دیگه. نمیره. بریم یه دونه دیگه همینجا هم هست. یه دونه دیگه هم برداریم که یه وقت اگه نبودش درست کنم. از این بنده خدا که چیزی نمیدونیم. خودمون داریم. اگر بکنم اینجا و نیفتم نهاش بالاخره آب جمع نمیشه. نکنه داره از نه اون بالا بسته. فکرم داره از اون اتاقی که ما پر کردیم میریزه بیرون. دیدم که نه. حله. اینهاش کوسه اینجا گیر کرد. میتونیم دوباره پر کنیم که به درد نمیخوره. به چی باید پر کنم اینجا؟ اینم بیلمون. با بیلمون میریم بیرون. اگه نمیرم اینجا رو میکنم. سلام خوبی؟ میخوام اینجا رو بکنم. مشکل نداری شما؟ باید نداشته باشی. خودت یه بار کندی خوبه. بابوت نکنه آدم. نه یه لحظه گفتم نکنه آدم میشه. اگه آدم بود خیلی عجیبی میتونه به یه همچین بازی خاصی نداره. هر جمع همین همسایه‌شه. ولی اگه یه همچین چیزی فکر کنم برام خونه است بازیه.
پیشنهاد باز شد. جون با دره تونستم اینترکت کنم. این اتاق است که چیز رو نمیتونی ببینی، یعنی ما میتونیم ببینیم نمیتونیم بریم توش. اینه برش باز شد. وات؟ ممکنه الان یخ زده با شابه؟ بوری دارم این کارت تو پایینم هست. چجوری؟ من برام سواله واقعا چجوری یه خونه عروسکی میتونه خونه واقعی رو دراشو باز کلید اینجا یه لحظه دیدم گفتم خب چیه الان من اینو میخوام چیکار در توالت هم بکنم دستشویی بهتره بکنم در دستشویی هم بکنم باز کردیم شب شد دوباره. میتونیم بریم برای خب میخوام ببینم دستشویی چیه. خودش هم رفت دستشویی. My name is Ellison. This is منم Harry دستشویی Jarvis دارم. from the چیه Morning بذارید Cry. من برم I اول. wonder if we could come from. I am rather busy. لگو اینجا چیز نبود ما که اینجا هم باز نکردیم آخر فکر کنم با اینجا هم میتونیم یه جوری بریم بیرون. اینجا کارتون بچینیم مثلا بریم از اون ور بپریم. اونجا هم یه راهی بود فکر کنم اون دیلمه رو میتونیم بگیریم بیایم اینجا. خب ما راحت رو انتخاب کنیم میریم مثلا قیافه‌ای هم داریم. بچه این انداخت شد. بچه چرا ما ندیدیم؟ چرا بچه ها رو ما ندیدیمش؟ نباید میرم او دوباره اکت عوض شد. خواب میدیدیم همشو؟ او چه کیفیتی شد باز نورش زیاد چی شد چه اینجور شد کیفیت هم رفت بالا. جا؟ چیکار؟ نقا بند داریم تخم مرغ بزنید بر بدن. نون دارید؟ آقا نون موز داریم. یه موز برمیدارم یه سیب برمیدارم یه توفت نمیفت چرا می نفیده بشوریم ظرفو هر جایی برمیدارم ظرف اینجا بشوریم توفت مرغ نمیشه خوردش. روشن شد. یه صداهایی از این طرف هم شد ولی من نمیخوام برم بیرون. چقدر بزرگ شدیم. فکر کنم دارن از خونه بیرونه بود میکنن. چمدونمون رو بخوایم ببندیم یه کتاب برداریم تحمل کتاب هیچ لباسی هم که نداریم و چیزی انداختیم و همین یه دونه سیب و شیر آخر داره دیگه همین یه دونه داره. بریم عاقبت سرکشی تو خونه این و اون اینه دیگه. از خونمون هم بیرونمون کرد. اینجا کجاست؟ کالوم اوت ویرون کلوب کجاست اینجا؟ کالوم اوت ویلکام توه؟ کلاقی هم اینجا نبود که اینجا خونه قبلی آده خونه همسایه سوخته چی شده؟
چی شده همسایه؟ سیاهه چی بود؟ بازم هست؟ چی شد؟ هیچی بود؟ تلفن زنگ میزنه در قفله ماشین نداریم صندوق مثلا از اون همه وسیله که برداشتیم این فقط با نداره دیگه چی بگیم یه قضیه تلفنم دیگه زنگ نمیزنه و نگاه میکنیم مثلا بودک تلفن جواب بده آقا آهنگی هم که داشت پخش میشد اما آهنگی بود که همسایه داشت نگاه میکرد پخش بود همون بود جان؟ صدای چیه؟ همسایه تو چشمونم زور داد. خب دوستان فکر کنم برای این ویدیو دیگه بسه. امیدوارم لذت برده باشید. اگر از این ویدیو خوشتون حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت بنویسید، کانال منو سابسکرایب کنید، اون زنگوله هم بزنید که ویدیو بعدی منتشر شد با خبر شید. تا ویدیو بعدی خدا یار و نگهداره. تکتون.